بریم شاهکار فرش ماشینی رو ببینیم. هم شاهکار فرش ماشینی هم پرفروشترین فرش مجموعه. نقشه ارمغان 1200 شونه تراکم 3600 100% آکریلیک. ببین حاشیه‌ها رو اومده آبی کار کرده، وسط هم اومده توی این رگه ها رنگ آبی کار کرده، رنگش هم کرمه به خاطر اینکه نقشش افشانه خونه رو هم دلبازتر نشون میده هم فضا رو بزرگتر نشون میده. رنگ بندی بعدیش میشه سبزش که واقعا خیلی دلبره. سبزش هم عین همون آبیش، همون مشخصات، حاشیه رو سبز کار کرده، گلای وسط هم اومده سبز کار کرده. سومین رنگ بندیش که شاهکار این نقشه و رنگ بندی هم هست میشه رنگ بندی صدفیش. ببینید نقشه افشان اومده اینجا رو رنگ موکایی کار کرده، 1200 شونه تراکم 3600. گلای شاه عباسی رو ببینید، خوشه‌های شاه عباسی